از شکست موریان و پایان تسلط سلسله موریان هند بر بلوچستان از قرن دوم قبل میلاد تا اواخر قرن سوم میلادی حدود 430 سال سلسله حکمرانی بلوچ‌ها به نام پارتیان هند علیرغم تحولات مختلفی که با قدرتگیری سکاها و کوشانیان در حوزه زابلستان و کابلستان و تحولات مختلف داخلی که پیش آمده بود، سلسله آنها تداوم یافت تا اینکه در دوره بهرام دوم ساسانی به خاطر نفرت بهرام زرتشتی از گسترش دین مانوی در بین بلوچ‌ها و چند سال پس از قتل مانی، بهرام دوم وارد جنگ علیه سلسله این دو پارتیان بلوچ شد. در این جنگ که در زابلستان رخ داد، امیر اشکن سکایی، امیر شیرورز زنگنه و امیر مهداد مامولی کشته شدند. از آنجایی که حکمرانی بلوچ‌ها بیشتر در اواخر قرن یکم در اثر اختلافات داخلی به طور کامل از اشکانیان جدا شده بود، لذا پس از سقوط اشکانیان به دست ساسانیان عملاً سلسله اندوپارتی همچنان نیم قرن تداوم یافت.